دادستانی کل روسیه از دادگاه اون کشور خواسته است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بزرگترین تشکل مخالفین تاجیک را در قلمرو روسیه نیز سازمان تروریستی اعتراف کنند. در این باره دادستان کل روسیه ایگور کراسنوف روز 25 یولی سال 2022 در دوشنبه در ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خبر داد: من این موضوع را با دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان بررسی میکنم. از جمله همکارم را درباره بررسی درخواست او در مورد در روسیه سازمان تروریستی اعتراف کردن برخی سازمانها خبردار خواهم کرد. ما علاقه چندین درخواست را در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه فرستادیم. نقل قول کرده است از سخنان کراسنوف در ملاقات با رحمان تلگرام کانال دادستانی کل روسیه. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نیز خبر داد که امامعلی رحمان ایگور کراسنوف را که با سفر کاری به تاجیکستان تشریف آورده است به حضور پذیرفته است. بنا به این منبع در رفت ملاقات دایره وسیع مسئله ها وابسته به تامین امنیت و همکاری های حقوقی در چارچوب شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه بررسی گردیدند. ولی خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان در اطلاع رسمیش درباره بررسی مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این ملاقات اشاره نکرده است. فعالیت حزب نهضت در تاجیکستان هنوز ماه سپتامبر سال 2015 قطع کرده شده. دادگاه عالی تاجیکستان این تشکل بزرگترین مخالفین را به هر دو رویخط سیاه سازمان‌های تروریستی و افراطی شامل کرد. از آن زمان دوشنبه تلاش داشت تا به منع رسمی فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قلمرو کشورهای متحدش نیز نائل شود، ولی این تلاش‌هایش تا کنون نتیجه نداده بود. روسیه عملا نخستین کشور است که با صورت قانونی می‌خواهد از موضع تاجیکستان در مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پشتیبانی کند. بسیاری ها بر اینند که با چنین اقدام مسکو با صورت جدی و به مدت طولانی در ماندنش در باتلاق جنگ اوکراین سبب شده است.